استفاده کنم. مقصد ما به سمت کلاس تنهایی دارم، نمیتونم علتش رو بگم، ولی خب امروزمون رو با این صبحونه دلچسب قارچ تخم مرغ با رزبری شروع میکنیم. البته که این سوسیس کوچولو هم هست. خب یکی از ویژگی که من توشم این ماشین لباسشوییه که به شکل رایگان میتونم استفاده کنم و خب 24 ساعت هست و میشه همیشه ازش استفاده کرد. رو تایم 20 دقیقه من میگذارم چون که بیشترش لباس سیر هست. ساعت 8 صبح اینجا همچنان هیاهو و رفت آمد زیاد. دارم میرم کتابخونه چند ساعتی اونجا بگذرونم و زبان و کارهایی که بعد انجام بدم انجام بدم. ظاهرا کتابخونه فعلا باز نکرده. ساعت 9 صبح و 40 دقیقه بعد اینجا منتظر بمونم. باز فرصت استفاده کردم اومدم یه سری وسیله ها اینجا هست. تایم صبح گذاشته میشه، تخفیف خیلی خوب میخوره. مثلا زینای به چرخه فومه یا این زینای حرفه‌ای که قیمتش بوده 29 یورو الان شد 9 یورو و یه سری وسیله های دیگه ای که تخفیف میخورن. صبحمون رو با دیدن وطن روی این نقشه شروع کنیم و دیگه بریم در سکوت به کارام برسم. امروز تصمیم دارم اینجا با این نمای جذاب با نور طبیعی درس بخونم. 2 ساعت و نیم تایم مفیدی بود که من واسه زبان خوندن امروز گذاشتم. من رفتم اشغالکاسه و شرایط ستاره حساب پرسیدم. بایستی که اول از طریق این شماره یا از طریق اینترنت یه نوبت رو ثبت بکنم، گرچه من هنوز کد مالیاتیم نیومده، واسه همین باید صبر کنم تا کد مالیاتیم بیاد. البته امروز قبلش نوبت رزرو میکنم که محض اینکه کد مالیاتیم رسید بتونم این کار رو انجام بدم. نهارمون رو بخوریم. امروز تصمیم دارم نوشابه رو بعد از چندین روز بالاخره بخورم و بریم واسه شروع کلاس. مقصد ما به سمت کلاس از این طرفه.
خب اینجا زمین ها نیاز نیست با دستگاه خاصی بخوام بکننش. اینطور که میبینید سنگ‌ها رو مثل پازل جدا میکنن، کارهای عمرانیشون انجام میدن و بعدم با این دستگاه سفتش میکنن. خیلی سریع و بدون دردسر. خب کلاسم تموم شد و متوجه شدم که اینترنت سیم کارتم تموم شده و چون هنوز حساب بانکی ندارم داستانیه واسه شارژ کردنش. امیدوارم که یه مسیری پیدا بشه بتونم سیم کارتم رو شارژ بکنم. هرچند اینجا تیکه به تیکه اینترنت پیدا میشه ولی از قبل کلاس که فهمیدم اینترنتم تموم شده یه احساس تنهایی دارم. امیدوارم بتونم یه جایی پیدا بکنم که بتونم سیم کارتم رو شارژ بکنم. یه اتفاق خیلی جالبی که افتاد، من سیم کارتم رو شارژ کردم و اونم توی این مغازه و قضیه جالبش این که این آقایی که اینجا کار میکنه ایرانی بود و کلی هم اختلاط کردیم و زحمت اینترنت هم واسه من گرفت کشید. 15 گیگ بسته فعال کردم تا 28 روز. حالا یه سری نکاتی هم بهم گفت که بستم یه سر تموم بشه. خب یه شب دیگه هم گذشت بعد از کتاب خونه و زبان خوندن. امشب یه شب مهمه بود برام، نمیتونم علتشو بگم ولی خب اتفاق بزرگی افتاد که امیدوارم نتیجه خوبی تو زندگیم داشته باشه. تصمیم بزرگی بود، تصمیم سختی بود تو زندگیم گرفتم. امیدوارم که ختم به خیر بشه.